در دوره جنگ اصلا کارکردش واقعا مثبت و عالی بود. با خودمون سرباز بودیم. مملکت البته درست جنگ بود ولی دغدغه شغل کسی نداشت، مسکن نداشت، پوشاک نداشت، هیچی نداشت. همه در رفاه نسبی بودن، رفاه نسبی. کسی دغدغه نداشت. ولی الان اگه بیاد رو کار من رأی میدم بهش. چون آدم روشنفکریه. متوجهی؟ چون آدم روشنفکریه. به فکر مردم هست. موسوی بالاخره جوابش پس داد. تو 8 سال فیلم مقدس بالاخره ما که شاید سنمون اونقدر کفاف ندارم، بالاخره بزرگترا بودن بهمون گفتن که مثلا ایشون عملکردش چجوری نسبت به کاری که انجام داده. مهندس موسوی در واقع میشه گفت کسی است که تلفیقی از سنت و مدرنیته رو در کشور داره دنبال میکنه و از طرف دیگه نگاه اعتدال گرایانه به سیاست، یعنی آقای مهندس موسوی یک نگاه اعتدال گرایانه و عمل گرایانه به سیاست داره که این قطعا در سیر تحولات سیاسی کشور مؤثر بود. آیا در سالهای فراوانی درآمد ارزی با به گوش به نظر کارشناسانمون، برنامه‌ریزانمون داده ایم و انذارهای اونها که میتونه این مسئله همیشگی نباشه. این اسلام ناب از برنامه‌ریزی یقینا استقبال میکنه. اسلام ناب نمیتواند مخالف سازمان برنامه‌بودجه یا دستگاه برنامه‌ریزی باشد. آیا سالهای فراوانی ارز نفتی که به صورت غیرعادی و به صورت غیر قابل باوری ذخایر ما با رفت، دارایی ما بالا رفت، برای سالهای کمبود این ارزها و برای کمبود این دلارها، برای مشکلاتمون ذخیره‌ای کردیم و برنامه بازوانی بلند برای در بر گرفتن همه آحاد ملتمون را داشته باشیم. برداریم گوناگونی‌ها و تفاوت‌ها را بدانیم، اون را تهدید به حساب نیاوریم، بلکه این گوناگونی‌ها را به عنوان یک فرصت برای خودمون قلمداد بکنیم. با موقعی که شهید باکری شهید میشن متوجه میشیم که ایشون مهندس مکانیک هستن. به دلیل اینکه مهندس مکانیک بودن در مقابل ارزش‌های اسلامی و ایثار برای ملت چیزی حساب نمی‌شد و اون مدرک هم ارزش داشت. ولی در جامعه‌ای که اونقدر تغییر میکنه که برای بالا رفتن از نردبان قدرت ما مدرک‌های تحصیلی رو موقع که من کوچیک بودم زمان جنگ بود. اگه شما یادتون باشه دنیا داشت با ایران می‌جنگید، اما ما انقدر تورم چی نداشتیم. حالا عملکرد اون زمان خیلی خوب بوده، کلا کن الان همینجوری جواب بده. بالاخره این همه جوان بهش اعتماد میکنن، میخوان بهش رأی بدن، بالاخره جواب اعتمادشون رو بس بکنن وارد کنن. به عنوان یه جوونا دیگه، فقط جوونا کمک به این جوونا بکنه دیگه. یکی مستاجرا، یکی این جوونای بیکار، یکی وضعیت که داره به وجود میاد. کلا دارم میبینم دقیقاً چون خودم توی شرکتی کار میکنم که دقیقاً این مسئله قشنگ حس میکنم. این که مثلا شرکت پیمانکاری، شرکتایی که مثلا به راحتی کارگر رو بیرون میکنن، به راحتی کارمندشون بیرون میکنن، بدون هیچ نوع حقوق، خیلی راحت، هیچ کس هم جوابشون نمیده اصلا. ایشون به هیچ وجه دنبال قطبی کردن رابطه کارگر و کارفرما نیست. او مخالف جامعه‌ای است که در آن همه چیز کالایی میشه، پولی میشه، همه چیز قابل خرید فروش میشه، حتی آبروی مردم، حتی عزت مردم. واژه‌ها به دقت انتخاب میشن. ایشون با رفاه مخالف نیستن، با مرفه مخالف نیستن، با اون مخالفن، مرفهین بی‌درد مخالفن. او با اون رفاه، اون سرمایه‌ای که در خدمت تولید هست، در خدمت کارآفرینی است، در خدمت اشتغال هست، در خدمت مردم هست، با اون مخالفتی نداره.
الان تغییر لازمه، این وضعیت اسفناکی ایجاد میکنه، باید بیان تو این فضا تجربه بشن حتما. آره مهندس، خیلی امیدوارم که این تجربه نتیجه خیلی خوبی داشته باشه.